سلام، چطورین؟ این برنامه در مورد خلاصه فصل 1 سریال اسکوید گیمه. تو قسمت‌های دیگه فصل 2 پیش‌بینی فصل 3 و تئوری‌های این سریال رو میگم. همراه هم باشید. اسکوید گیم 3 سال پیش منتشر شد و تو دنیا سرصدای زیادی به پا کرد. خیلی‌ها پسندیدن. ما تو فصل 1 با شخصیت‌ها، زندگی و گذشته‌شون آشنا شدیم و مشکلاتی که دارن و مفهوم بازیشون برامون بیان شد. داستان حول محور شخصی به اسم سونگ گی هونه که مشکلات خیلی زیادی داره تو زندگیش. یک مرد مهربون اما بی‌مسئولیته و زندگیش رو روی قمار داره جلو میبره و شانسی کار میکنه. همسرش به خاطر همین مشکلات ازش جدا میشه و الان سونگ داره با مادرش زندگی میکنه. تولد دخترش نزدیکه اما خب سونگ هیچ پولی نداره که براش کادو بخره. با یک مرد خیلی مرموزی مواجه میشه. پیشنهاد یک بازی میده که در ازای اون اگه برنده بشه پول زیادی میده بهش. اینقدر به هم سیلی میزنن تا بالاخره سونگ برنده میشه، پول دریافت میکنه. و مرد میگه اگه میخوای پول بیشتری داشته باشی وارد یک بازی شو و این بازی بخشی از یک مسابقه خطرناکه که همه شرکت کننده ها مشکلات مالی دارن و همشون برای به دست آوردن این پول تلاش میکنن. سونگ تصمیم میگیره که وارد بازی بشه. برگزار کنندگان هیچ توضیحی راجع به نحوه بازی به شرکت کننده ها نمیدن. تو مرحله اول 456 نفر وارد میشن. قسمت اول یک نفر کشته میشه و همه میترسن و سعی میکنن که حتما بازی رو درست انجام بدن. بعد از بازی اول تقریبا 200 نفر زنده میمونن. اما تصمیم میگیرن که دیگه این بازی خاتمه پیدا کنه و از بازی برن بیرون. سونگ که این اتفاقات رو میبینه میترسه و پیش پلیسای زیادی میره اما هیچ کی حرفش رو باور نمیکنه. در نهایت پیش کارگاهی میره و داستان رو میگه و اون کارگاه چون این کارت بازی رو تو اتاق برادر گم شده‌ش هم دیده بود باور میکنه. سونگ یه شرایط سختی تو زندگیش دوباره پیش میاد و تصمیم میگیره که به بازی برگرده ولی کارگاه ردش رو میگیره و دنبالش میره. 187 نفر دوباره به بازی برمیگردن. بازی بعدی در آوردنش یک شکل از داخل آب نباته. در نهایت این بازی تقریبا 80 نفر کشته میشن. شب همه شرکت کننده ها با هم درگیر میشن و همدیگر رو میکشن تا تعداد بازیکن‌ها کمتر بشه. روز بعد بازی سوم بازی طناب کشیه. تیمی که سونگ توشه تیم ضعیفه ولی خب یه نقشه میکشن و تیمشون برنده میشه و بعد از این بازی از 187 نفری که وارد بازی دوباره به بازی برگشتن 40 نفر زنده میمونن. کاراگاه هم که وارد بازی شده از طریق تونل‌های مخفی به بایگانی دسترسی پیدا میکنه و لیستی اونجا پیدا میکنه و میفهمه که برادرش هم جزو برندگان سری‌های قبل اسکوید گیم بوده. بازی بعدی که تیله بازیه. سونگ با یک پیرمردی هم گروه میشه. اول دلش خب برای اون پیرمرد میسوزه اما پیرمرد بهش میگه که از سن من گذشته، تو برنده شو و در انتهای این بازی 17 نفر زنده میمونن. و در اینجا یه سری شخصیت که ماسک حیوونا رو صورتشون دارن وارد بازی میشن تا بازی ها رو ببینن و روی آدم ها شرط بندی کنن. و این آدم ها و مقامات همشون از طریق یه سری تونل مخفی وارد میشن. این بازی 16 دقیقه وقت دارید. تو بازی پنجم شرکت کننده ها باید یه سری لباس بپوشن و از یک سطح شیشه‌ای که ممکنه مقاوم باشه یا ضعیف باشه رد بشن و در انتهای این بازی تنها 3 نفر زنده میمونن. یکی سونگ، کاراگاه و یک دختری که تون اوایل سریال پولا رو از سونگ دزدیده بود. کاراگاه که خب اطلاعاتش رو به دست آورده سعی میکنه که از اونجا خارج بشه. خدمه متوجه میشن و رئیس اونا که حالا کاراگاه فهمیده که اون آدم برادرشه ازش میخواد که با اونا ملحق بشه ولی خب کارگاه قبول نمیکنه. رئیس هم به اون شلیک میکنه و از یک دره سقوط میکنه. اینجا معلوم نیستش که کارگاه واقعا مرده یا نه هنوز زنده است. و خدمه اینجا چند دسته هستن. کسایی که دایره دارن، کارگرن و حق حرف زدن ندارن. کسایی که مثلث دارن، سربازن و اسلحه دارن. مربع ها حرف میزنن، با رئیس فراتمند در ارتباطن و دوربین ها رو میتونن چک کنن. شب آخر در نهایت بازی بین 2 نفره و سونگ برنده میشه. برمیگرده خونه و اونجا متوجه میشه که مادرش فوت کرده. 1 سال بعد سونگ میفهمه پیرمردی که تو تیر بازی ازش برده زنده‌ایه و خود این پیرمرد خالق این بازیه و همه این کارها رو برای سرگرمی انجام میداده. و سونگ تصمیم میگیره که ماهیت برگزار کنندگان این مسابقه رو فاش کنه. کسایی که دارن جامعه رو کنترل میکنن خودشون رو تو یک بازی قرار میدن و میخوان نشون بدن که همراه جماعتن، اما در عمل اینطور نیست. اونا جلوتر از بقیه، جدا از بقیه هستن و این دو دستگی اینجوری تو جامعه به وجود میاد و به نظر ما هم داخل یک بازی هستیم.
نظر شما چیه؟